سلام بینندگان عزیز، امروز سه شنبه 17 دکبر است. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. شکل کامل این گزارش ها را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسو یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. صدمه در قبورها تقریبا نصف دوشنبه را به آب گذاشت. از دیروز به این طرف منزل‌های قسمت غربی پایتخت آب ندارد. شهرداری میگوید سبب قطع آب صدمه در یکی از قبورهای مرکزی بوده است که متخصصان تا حال نتوانستند پر آن را برطرف کنند، اما شکایت ساکنان از آن است که در چنین حالت باید به اهالی طریق ماشین‌های مخصوص آب تقسیم کرده شود، زیرا اکثریت در خانه‌هایشان آب ذخیروی نداشتند. در این باره 3 ساعت پس صحبت خواهیم کرد. خاصیت یورووا میگوید از بازگشتن به وطن پشیمان نیست، ولی در حالت نامعینی قرار دارد. خواهر بزرگمهر یوروف، ادوکات زندانی تاجیک، شام 14 دکبر با شوهر و 6 فرزندش از آلمان به تاجیکستان برگشت. او 3 سال پیش از این کشور اروپایی درخواست پناهندگی کرده بود. خاصیت در صحبت با رادیو آزادی گفت او به خاطر مادرش تصمیم گرفت که برگردد و طی این 3 روز مقامات به سراغش نآمدند. همکاران ما با خاصیت یورووا در شهر دوشنبه صحبت کردند و در برنامه خبری برایتان پیشنهاد خواهیم کرد. دادگاه ولایت سوخت یک ساکنی ناحیه سپیتامن را به 15 سال زندان محکوم کرد. شهرتجان ستیموف با شرکت در جنگ‌های سوریه و عراق عیبدار دانسته شد. طبق معلومات دادستانی کلی تاجیکستان، ستیموی 31 ساله سال 2013 به هنگامی که در مهاجرت در نوسیبیرسک قرار داشت به صف جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی پیوست. او را مقامات انتظامی تابستان امسال بازداشت کردند. امروز همچنین از بالاروی نرخ پاتنت در روسیه برای شما معلومات می‌دهیم. از جمله بر اساس قانون نو، مهاجران در ساخالین از سال نو نرخ پاتنت 3 برابر بالا خواهد رفت. این در حالی است که مهاجران تا این دم به خاطر نسبتاً ارزان بودن نرخ پاتنت در این منطقه به آنجا به کار می‌رفتند. همین طریق از سال نو در اکثریت منطقه‌های روسیه قیمت پاتنت بالا می‌رود. با صاحبکاران یکی از بازارهای بزرگی فروش مواد ساختمانی در شهر دوشنبه معروف به بازار جلجم تا 15 ینور مهلت دادند تا دکانهای خود را خالی کنند. صاحبکاران باید به بازار نو که در کنار شهر دوشنبه است بکوچند. صاحبکاران میگویند که الکی بیشتری دکانها در مکان نو بند شدند. در این باره امروز گزارش خواهیم داشت. یادآور میشیم بازار جلجم در مساحت 7 هکتار یکی از بزرگترین فروشگاه‌های مواد ساختمانی در شهر دوشنبه محسوب می شود. در این بازار حدود 3000 نفر فعالیت دارند و در حدود آن 17 کارخانه خرد استحصالی نیز جایگیر است. بازار از سال 2003 با کار آغاز کرده است و گفته می شود به دلیل در داخل محله اهالی نشین جایگیر بودن و به حرکت نقلیات و زندگی ساکنان خلل ایجاد کردن فعالیتش بازداشته می شود. بنیاد راهنما، خواننده صنف 10 لیسه راهنما، برنده شاه جایزه آزمون جمهوری فروغ سپید دانایی انتخاب شد. مبلغ این جایزه 50,000 سومانی است. هدف اساسی چنین یک آزمون تشویق کتابخوانی و کتاب نویسی در جامعه بوده. بالا بردن سطح معنوی و اخلاقی جامعه نیز از سبب‌های تشکیل این آزمون گفته می شود. قرار است روزهای نزدیک مراسم سپاریدن جایزه ها با حضور پرزیدنت و چاره‌بینی با شکوه برگزار گردد. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی همراهی کنید.